مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 23 مای سال 2022 تخمین ساعت 17:10 راننده автомашین بورکش تمغه کماز غلامشاه عبداللهد سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی هنگام حرکت از کوچه جبور رسولov به سمت کوچه رامون نبیف پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر غفور سال تولدش 1963 ساکن ناحیه عینی را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر غفورov جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که راننده پیادهگرد سالخورده را در روی پیادهگرد پخش کرده، همچنین ستون چراغک راهنما را نیز زده کار ناشایم کرده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. تنها در هفته گذشته در راههای تاجیکستان دست کم 9 صدمه و 12 نفر جان باختند. به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.